سلام و عرض ادب. خب بعد از اینکه فایل نسبی قالب وودمارت رو از ما دریافت کردید، وارد cPanel و فایل منیجر میشید و به اون مسیری که میخواید نصب کنید مراجعه میکنید، فایل رو آپلود میکنید. همونجور که میبینید فایل رو آپلود کردیم. خب در اینجا فایل رو که آپلود کردیم، شما رو فایل راست کلیک میکنید، گزینه اکسترکت رو میزنید، اکسترکت فایل رو انتخاب میکنید و همونجور که میبینید فایل اکسترکت میشه. فایل اصلی رو میتونید پاک کنید که حجم آستتون زیاد نشه. خب مرورگر رو باز میکنید، به اون مسیری میرید که میخواید سایت رو نصب کنید. بر روی فایل installer.php کلیک میکنید، منتظر میمونید که نصب کننده وردپرس کامل لود بشه. خب ببینید اینجا ما نیاز داریم که دیتابیسمون رو تعریف کنیم. نیاز به دیتابیس داریم، یوزر داریم و پسورد داریم. میریم با هم دیگه دیتابیس بسازیم. cPanel وارد دیتابیس ویزارد میشید. در اینجا یک نام برای دیتابیستون تعیین میکنید. مثلا من میخوام این نام رو تعیین کنم، شما حالا به دلخواه هر نامی رو خواستید میتونید تعیین کنید. نکست میزنیم. در اینجا یه یوزر باید تعیین کنیم، دوباره همین رو من یوزر قرار میدم و این پسوردی که به صورت دیفالت انتخاب کرده رو انتخاب میکنم و ساخت یوزر رو میزنم. در اینجا همه این تیک ها رو فعال میکنیم و میریم جلو و همونجور که میبینید دیتابیسمون به درستی ساخته شد. خب اینجا اون پسوردی که من کپی کردم رو اینجا پیست میکنم. یوزرمون میشه این، من اینو کپی میکنم اینجا پیست میکنم و دیتابیسمون هم میشه این، اینجا کپی و پیست میکنم و وریفایش میکنم ببینیم اتصال برقرار میشه یا نه. خب همونجور که میبینید اتصال به دیتابیسمون برقرار شده. این تیک قوانین رو میزنیم و نکس میزنیم. در اینجا نشون میده اطلاعات دیتابیس رو و منتظر میمونیم که فایلا اکسترکت بشه و دیتابیسمون نصب بشه. خب من ویدیو رو فعلا غیر فعال میکنم که زیاد نشه تایم ویدیو. دوباره میرسم خدمتتون. خب دیتابیسمون، فایلمون داره اکسترکت میشه. در اینجا 99% شد، منتظر میمونیم. خب فایلمون اکسترکت شد. حالا مرحله اینستالینگ دیتابیس هست، اینم منتظر میمونیم که دیتابیسمون وارد بشه. فایل دیتابیسمون معمولا در اینجا زودتر میره، پس من ویدیو رو غیر فعال نمی کنم، منتظر میمونیم که 100% کامل بشه و ادامه مراحل رو خدمتتون بگم. خب دیتابیسمون هم انجام شد. در اینجا تستش رو انجام میده، ببینم همه کارا به خوبی انجام شده. خب تست هم انجام شد و همونجور که میبینید وردپرس به خوبی نصب شده. برای اولین ورود شما روی گزینه ادمین لوگین کلیک میکنید. در اینجا نام کاربر رمز عبورتون رو وارد میکنید و وارد وردپرس میشید. خب در اولین ورود یک تنظیماتی نیاز داره که اینو میتونید بعداً انجام بدید. پس ما این مرحله رو میگذریم ازش و بعداً در تنظیمات وردپرس میتونید شما انجام بدید. خب همونجور که میبینید پیام موفقیت آمیز هم اومد و فایل‌های نسبی هم به صورت خودکار دیلیت شد از هاستتون. خب این مدیریت هاست است. خب مدیریت وردپرس هست. خب این هم صفحه اول وردپرس. ببینید بعد از نصب شما نیاز دارید مثلا وردپرستون رو بروز کنید، پلاگیناتون رو بروز کنید و بازدید سایت هم میزنیم. میبینید که سایتتون به خوبی نصب شده و اون قالب مورد نظرتون که وودمارت پیشفرض است رو سایتتون
پیاده سازی شده. میتونید این محصولات رو حذف کنید از بخش مدیریت و محصولات خودتون رو اضافه کنید و شروع به فروش کنید. اگر هر گونه مشکلی داشتید میتونید از طریق بخش پشتیبانی یکتافا پیام بدید یا اینکه با ما تماس بگیرید برای نصب قالب و یا به روز ثانی وبسایت. در خدمت شما هستیم. با تشکر.